خدمتتون. توی این ویدیو قراره که 3 تا هدفون معروف و تست و بررسیشون کنیم و ببینیم اصلا آیا ارزش خرید دارن که بخوایم همچین هدفونایی رو بخریم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. خب میرسیم به هدفون اول. هدفون اول از برند AKG هستش که در واقع این هدفون از زمان همکاری AKG با سامسونگ هستش که فکر کنم هنوزم AKG در بادزهاش با سامسونگ همکاری داره. این هدفون راستیتش هدفون مال گوشی گلکسی S8 هستش، سامسونگ S8 گلکسی S8 که این هدفون همونیش. ببینیم واقعا ارزش خرید داره یا نه. بیاین اصلا از طراحی شروع کنیم. یه طراحی لوبیایی که نه، چون سامسونگ جدیداً طراحی لوبیاییش رو شروع کرده. این هدفون یه طراحی شبیه مثلا ایرپادز داره که به این صورت میبینید خمیده و این طراحی لوبیای بالا مونده. میبینید طراحی لوبیای بالا مونده، ولی خب این تیکه به خاطر سیم 100% شبیه ایرپاد میشه دیگه. اوکی. طراحی ایرپادی داره. رو سرش این لاستیکیایی که گوش رو میتونه چفت بکنه هدفون تو گوش دریافت کنید. رو باتن هاش، رو دکمه هاش یه دونه دکمه کم کردن صدا، دکمه زیاد کردن صدا و دکمه وسط داره که اگه یه بار بزنید خب پاس، 2 بار بزنید میره جلو، 3 بار هم بزنید میره عقب. یه دونه فیش AUX داره که روش هم هک شده سامسونگ که خب بیاییم با هم بریم تست و بررسیش کنیم ببینیم مثلا کیفیت صداش چجوریه. خب رفتم گوشیمو آوردم بیایم تست کنیم ببینیم کیفیت صداش چجوریه. فیششو بس کنم، آهنگو پلی کنم. صدا باس خیلی خوبی داره، قشنگ میتونه صدا رو اصلا جدا کنه، تفکیک کنه و تشخیص بده کدوم صدای خواننده است، کدوم صدای چه سازی هستش. خیلی صداش خوبه. فکر کنم اگر صدای کمش هم بزنید واقعا میتونه کیفیت صدای خیلی خوب به شما بده. واقعا من این هدفون رو دوست داشتم و به نظرم میتونه جزو گزینه‌های خوبه بازار باشه. این بود از هدفون AKG مال سامسونگ. من به این از 1 تا 10 واقعا نمره 10 میدم، چون که واقعا ارزش خرید داره. باسش خیلی خوبه، ولی خب میگم قدیمی هستش و اگه شما بخواید الان اصل اینو پیدا کنین کور خوندید تا فردا صبح هم بگردی پیداش نمی‌کنی. میریم سراغ هدفون بعدی. هدفون بعدی هدفون HTC هستش. هدفون با سیم‌های لخت، با سیم‌های پهن و لخت. جالب، ابتکار جالبیه. HTC خب درسته دیگه از برند HTC هستش و طراحیش طراحی زیبایی، طراحی تخت داره پشتش، از پلاستیک خشک استفاده شده، رنگ سیاه و همونطور که می‌بینین این چی نداره، از این لاستیکا نداره که گوشه بشه و در واقع میاد این تیکه لاله گوشتون میچسبه و صدا رو به صورت دورپخش براتون پخش میکنه. یه دونه دکمه داره که این دکمه فقط کار پاز کردن انجام میده. روش هم لیبل R و L که یعنی رایت و لفت، راست و چپ هک شده، رو اونم هک شده بود رو سامسونگ AKGش. اوکی بریم ببینیم تست کنیم ببینیم آیا واقعا صدای خوبی میتونه بهمون بده. نه اگر لاستیکی جلوشون داشته باشن خیلی زیبا میرن تو و مقاومن و خب میمونن و چفت میشن و حس راحتی بهتون میدن. اینا رو اونایی که عادت ندارن وقتی میذارن تیکه گوششون درد میگیره بعد یه زمان، ولی خب به مرور زمان عادت میکنیم و خب HTC هم بریم میخواد چی کار کنه. فیششو وصل میکنیم، از آهنگ پلی کنیم ببینیم چجوری میشه. صدا خیلی بمتره، باس صدا خیلی کمتر وارد گوش میشه، یعنی باس خیلی کم میشه. تفکیک صدا خوب انجام نشده چون که صدای خواننده داره جزو صدای سازها میشه در واقع، یعنی تفکیک خوبی راجع به این انجام نشده. میگم باسش یه کوچولو ضعیف‌تره ولی خب باس داره در صورت دیگه. شما فقط با اکولایزرش رو تنظیم کنید تا برای این خیلی خوب استفاده بشه. کیفیت صدا همونطور که گفتم باس ضعیف داره، تفکیک صدا خیلی بد انجام شده رو هدفون HTC، رو این هدفونش و خب اینجا یه کوچولو بلنگو واسه گوش. اوکی من از 1 تا 10 این نمره 8 میدم، چون جا داشت یه کوچولو باسش تقویت بشه و جا داشت که یه کوچولو تفکیک صدای بهتری انجام بگیره. اوکی میریم سراغ هدفون بعدی. خب هدفون بعدی هدفونیه که من اینو خیلی دوستش داشتم، الان دیگه کمتر دوستش دارم. سونی اریکسون، یه هدفونی که
خیلی قدیمیه، الان دست دوش در میاد. هدفون های کوچولو نکنین اینقدر سایزش اینقدر سایزش پلاستیکی، ولی پلاستیکش یه جوری پلاستیک اسباب بازیه. انگار میفهمی چی میگم؟ مثلا اسباب بازی دارن بهت. عجیبه نه؟ ROL هم که براتون همشون هک میشد و این بلندگوی خارجی نداره. یه دونه دکمه که کور خوندی، دکمه نداره ولی به جاش میکروفون. بله میکروفون داره به جای دکمه، چه عجیبه. اما همه داره. بریم ببینیم چی جوریه کیفیت صداش. ببینیم چی جوریه، چون خیلی شبیه هدفونه اسباب بازی. میگی میگم اینا اصلا به بچه داری میگی به این هدفون براتون نگاه کنیم ببین باس صدا چی جوریه. باس نداره. چرا باس نداره؟ میشه که به من توضیح بده چرا باس نداره این؟ چه آشغالی بود؟ با من پولم ریختم دور اینو خریدم. گند دارم. آشغال بابا نخرید سونی اریکسون. بابا جان اونایی که قدیمی هم فقط با این خاطره دارم میدونن این چه قولی بود. الان اینو تو اسباب بازی فروشی براتون قیمت 1000 تومان میفروشن، ولی خب 1000 تومان جلو توفم نمیرن. بابا خب میتونی این هدفون رو نخری و برید هدفونای بهتر بخری. بودجه کم برو تحقیق کن. من این ویدیو رو دیدی که یاد گرفتی چه هدفونایی برات اومد. من گفتم HTC اگه بخوای بخری خب میخری و این کوچولو خوبه برات. AKG رو بخر. فیکش رو نخر. اصلش رو بخر. فیکش هم ممکنه خوب باشه. من فیکش رو نداشتم ببخشید. اوکی. این بود آشغال. نخر. به جای خریدن این شما میتونی منو لایک کنی، کامنت بذاری، ساب کنی. بابا سه بار ساب کن. من دیگه برم. خوردم. خیلی شبیه فیلم های گرم.